سخنان و اشعار کفرآمیز. یکی از نوکرانشان جبریل مالک کل زمین ابوالفضل مفرج المهموم ابوالفضل منفس المهموم ابوالفضل یا ناصر المظلوم. حال اولی بگم علی، دیگه هر چی که بگم حسین. من قبلتک حسین، من دینک، من قبلتک، من دینک، من امامک، من کتابک. دینم حسین، روحم حسین، خونم حسین، عشقم حسین. اول آخر قبله مکه کعبه زمزم صفا دینه زینب و حسین دینه. چشم زینب خنده کردن، ناموس خدا بوده. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله شب را در روز داخل می کند و روز را در شب و خورشید و ماه را مسخر شما کرده، هر کدام از آنها تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهد. این است الله پروردگار شما، حاکمیت در سراسر عالم از آن اوست و کسانی را که جز او می‌خوانید حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما حاکمیت و مالکیت ندارند. اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمیشنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ نمیگویند و روز قیامت شرک به کمک خواندن شما را منکر میشوند و هیچ کس مانند الله آگاه و خبیر تو را از حقایق باخبر نمیسازد. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله
السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. و به جای الله چیزهایی را عبادت می کنند که نه به آنها زیان می رسانند و نه به آنها سود می دهند و می گویند اینها شفاعت کنندگان ما نزد الله هستند. بگو آیا الله را به چیزی که در آسمانها و زمین نمیداند آگاه می گردانید؟ او پاک و برتر است از آنچه به او شریک می گردانید. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. و کیست گمراه تر از آن کسی که به جای الله کسی را میخواند که تا روز قیامت او را پاسخ نمیدهد و آنها از دعایشان بیخبرند و چون مردم محشور گردند آنها دشمنان آنان باشند و به عبادتشان انکار ورزند. برادر و خواهر گرامی، این آیات به معرفی عقیده مشرکین میپردازد و بیان میکند که آنها چیزها و کسانی را غیر از الله عبادت میکردند و من دون الله شامل تمام مخلوقات میباشد: ملائکه، انبیا، امامان، بزرگان و صالحان و غیره. و دلیل و توجیهشان نیز بر این شرکیاتشان این بود که آن معبودان باطل را شفیع و واسطه خود نزد الله می‌دانستند، همان شرکی که متاسفانه امروز بسیاری از مسلمانان نیز به آن مبتلا شده‌اند. یکی از نوکرانشان جبریل، یکی از شاگرانشان هورا، این خاطر دیروز جرم بلند بازار خدا علی یقینم میکنی آخر دینم میکنی اونا چه جون سپردیدن همه دستان رو بریدن اگه عباس رو میدیدن سرشون خلق فضل جبرئیل امین علیه السلام. ایشان به اتفاق مسلمین برترین فرشته الله می باشند و الله متعال در آیه های متعددی از کلام پاکشان این فرشته عالی مقام را ستوده اند، در حالی که نام هیچ یکی از اهل بیت رضی الله عنهم اجمعین و علیهم السلام به وجه خصوص در قرآن ذکر نگردیده و الله هرگز در کلام جاودانه اش بجز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و سپس دیگر انبیا علیهم السلام کسی را این گونه نستوده است. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. به درستی که این قرآن سخن فرشته بزرگواری است، یعنی جبرئیل امین. این فرشته صاحب قدرت است و نزد خداوند صاحب عرش مقامی والا دارد، در آنجا فرمانش برند و امینش شمرند. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله
بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. بگو کسی که دشمن جبرئیل است در واقع دشمن الله است، چرا که او به فرمان الله قرآن را بر قلبت نازل کرده است، در حالی که مؤید کتابهای آسمانی پیش از آن و هدایت و بشارتی برای مؤمنان است. هر که دشمن الله و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل است، بداند که الله یقیناً دشمن کافران است. همان گونه که مشاهده نمودید در این کلیپ جملاتی شرکامیز و مخالف با توحید قرآنی بیان گردید، همانند شاه شهید کربلا مقامم و بردی بالا، در صورتی که همان گونه که قبلا نیز ذکر شد تنها کسی که مقام انسانها را بالا میبرد الله متعال می باشد و در جای دیگر این روزخوان که یکی از محبوب ترین و مطرح ترین روزخوانهای ایران می باشد و مورد تأیید بسیاری از علما و مراجع نیز هست میگوید اهل یقینم میکنی کافر دینم میکنی، که قضاوت در این سخن را به خود بیننده محترم واگذار می نماییم. همچنین برتری دادن عباس ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم اجمعین بر پیامبر یوسف علیه السلام یکی دیگر از عقاید مخالف با قرآن می باشد، در صورتی که ابوالفضل العباس حتی از زمره ائمه معصومین 12گانه شیعه نیز نمی باشد و همان گونه که در آیه سابق مشاهده نمودید مقام و منزلت انبیا نزد الله بالاتر از تمامی مخلوقات می باشد. ولی ائمه علیهم السلام که شیعیان برخلاف قرآن مقام آنها را از انبیای الهی والاتر می دانند، حتی نام یکی از آنها نیز در قرآن ذکر نگردیده است، حالان که الله متعال نه تنها نام بیش از 25 پیامبر خود را در قرآن ذکر نموده، بلکه به دعوت و زندگی و شرح حال آنها نیز به تفصیل پرداخته و ایمان به تمامی آنها را از ارکان و اصول دین اسلام قرار داده است. اما در کجای قرآن الله نامهای امامان را ذکر نموده و ایمان به آنها را واجب و اصول دین قرار داده است؟ این سوالی است که هر برادر شیعی منصف باید در آن بیندیشد و برای آن جوابی قانع کننده بیابد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیامبر الله بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است و مؤمنان همگی به الله و فرشتگان و کتابها و پیامبرانش ایمان آوردند و گفتند میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمیگذاریم و گفتند شنیدیم و گردن نهادیم، پروردگارا آمرزش تو را خواستاریم و فرجام به سوی تو است. Sing,
روزخان بزرگترین انواع کفر را که همانا کفر در ربوبیت می باشد و حتی کفار قریش بنابر فرموده الله متعال به این نوع کفر مبتلا نبودند را با این گفته خود بیان می کند: یا حسین انت المالک و انا المملوک. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بگو کسانی را که غیر از الله معبود میپندارید بخوانید، آنها به اندازه ذره‌ای در آسمانها و زمین مالک نیستند و نه در آنها شریکند و نه یاور الله در آفرینش بودند. تمام این آیات اشاره به غیر الله دارند و این آیات شامل همه چیز و همه کس می شوند، خواه پیامبری و خواه انسان صالحی و یا فرشته‌ای باشد. در طول تاریخ بشریت غلو در حق صالحان و بزرگان مهمترین عامل گمراهی و وقوع مردم در شرک بوده است. حال چگونه امام حسین رضی الله عنه را مالک می دانند در صورتی که الله متعال امام حسین و خود آنها و آسمانها و زمین همگی را خلق کرده است؟ به کوری دو چشم اهل سنت فقط حیدر امیران شنیدم از لب ساغر، شنیدم از لب ساغر، شنیدم از سر منبر که گفتن بهر سرمستی وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. و چرا بر الله توکل نکنیم حال آنکه ما را به راههای سعادت راهنمایی کرده است و حتما بر اذیت و آزارتان صبر خواهیم نمود و توکل کنندگان باید فقط بر الله توکل کنند. اگر گردد جدا این سر از این جسم و از این پیکر بگویم مرد و مردانه توکل بگو الله اکبر جونم قربون حیدر در دنیا زدم دنیا علی بود، به عقبا سر زدم عقبا علی بود، به مسجد رفتم از بهر عبادت بنا و بانی و بنا. این شخص حاج محمود کریمی یکی از معروفترین مداحان ایران است. به سخنان کفرآمیز او توجه فرمایید. محول الاهوا أبا الفضل أهلي أما يجيب صاحب جاه و جلال أبا الفضل هو شديد المحال أبا الفضل هو سريع الحساب أبا الفضل هو
و شدید العقاب امام ابوالفضل عنده حسن الثواب امام ابوالفضل عنده ام الکتاب امام ابوالفضل کاشف کل کروب امام ابوالفضل انیس کل قلوب عالم کل غیوب امام ابوالفضل عالم کل غیوب امام ابوالفضل ساتر کل عیوب امام ابوالفضل ساتر کل عیوب امام ابوالفضل ذکر خدای جلیل امام ابوالفضل امان للخائفین امام ابوالفضل صریخ و مستصرخین امام ابوالفضل مالک کل زمین امام ابوالفضل مفرج المهموم امام ابوالفضل منفس المهموم امام ابوالفضل یا ناصر المظلوم. چگونه تمام صفات الله متعال را به ابوالفضل نسبت می‌دهند در حالی که تمام این صفات مخصوص الله است؟ آیا اینها کفر و شرک نیستند؟ آیا کفر و شرکی بالاتر از این هم میتواند باشد؟ درونم میسوزه سوزشان یاد گرفتاریم میفتم یاد اون لحظه ای که میبرنم به یاد غسل و کفنم یاد فشار قبرم و فریاد زدنم یاد عذاب و بدنم یاد اون لحظه ای که 2 ملک سوال کنن یاد ساکت شدنم یاد اون شلاقایی که میزنن روی تنم که بگو خدات کیه قبلت کجاست خدات کیه قبلت کجاست چیه کتاب تو اسم پیامبر تو بگو کمکم کن نمونه کمکم کن نمونه جوابم توی گلو تو سوال اولی بگم علی دیگه هر چی که بگم حسین. چگونه این مداح چنین جرأتی می‌کند که صراحتاً می‌گوید خدایم علی است؟ من قبلتک حسین من دینک من قبلتک من دینک من امامک من کتابک دینم حسین روحم حسین خونم حسین عشقم حسین اول آخر قبله مکه کعبه زمزم صفا دینه زینب و حسین دینه زینب و حسین قبله. لازم به ذکر است که این سخنان کفرآمیز توسط شبکه‌های رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر مستقیم ولی فقیه می باشد به صورت ویدئو کلیپ تهیه و پخش گردیده است. چشم زینب خنده کردن ناموس خدا بوده. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول
كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. و یهود گفتند عزیر پسر الله است و نصارا گفتند مسیح پسر الله است. این سخنی که به زبان میآورند به گفتار کسانی که پیش از این کافر شده اند شباهت دارد. الله آنان را بکشد، چگونه از حق روی گردان می شوند؟ پس کفر و غلو اینها از یهود و نصارا نیز بدتر است، زیرا آنها عزیر و مسیح را که پیغمبر بودند پسر الله می دانستند، اما اینها زینب را ناموس الله می دانند. امام صادق فرمودن شیعیان امیرالمومنین، شیعیان آقا امام حسین، نوکرای امام حسین، اگر کسی روایتش گفتن هم بلدی، گفت اگر کسی به اندازه بال مگس توی چشش همین حاله اشک باشه، رو گونش هم نیاد، حواست باشه رو گونت هم نیاد، دلت بگیره یه حاله ای از اشک تو این چشت قرار بگیره، اگر این حاله اشک، این قطره اشک تو آتیش جهنم بیفته، جهنم رو خاموش. هر کس اسم حسین نزدش ذکر شود و از چشمش به اندازه بال مگسی اشک خارج شود، ثواب او بر الله است و الله جز با دادن بهشت به او راضی نمی گردد. با چنین چیزهایی یک شخص در تمام طول سال به گناه و مردم آزاری می پردازد و هرگز نماز نمی خواند و روزه نمی گیرد و فقط در ماه محرم برای حسین گریه می کند، به این تصور که ریختن قطراتی اشک برای امام حسین تمامی گناهان و ظلمهای وی را محو می نماید. به نظر شما تا زمانی که در جامعه چنین افکاری منتشر گردد، آن جامعه روی پیشرفت و خوشبختی را خواهد دید؟ جهنم رو خاموش میکنه. موقعی که میایید تو حرم امام حسین پاک. این جمله و همانند آن نشان دهنده حقیقت شرکت کنندگان در چنین مجالسی است. بدون اذن امام رو زمین نمیافته، من و تو بدون اجازه وارد نمیشیم. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. و کلیدهای گنجینه‌های غیب نزد الله است و هیچ کس جز او آن را نمی‌داند و آنچه در خشکی و دریاست را می‌داند و هیچ برگی از درخت نمی‌افتد مگر آنکه آن را الله می‌داند و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در کتابی مبین مستور است. بینندگان گرامی، ما گزیده ای از سخنان کفرآلود و شرک‌آمیزی را که این مداحان در حسینیه ها بر زبان جاری می سازند برای شما نشر نموده و مخالفت آن را با آیات قرآن بیان نمودیم. حال قضاوت با شماست.